در این ویدئو میپردازیم به یکی از بزرگترین نامهای موسیقی ایران، استاد هوشمند عقیلی. درود به همه پاپاراتزیا. قبل از اینکه بریم سراغ سوژه امروز، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید که هیچ ویدئویی رو از دست ندین و لطفاً لایک یادتون نره. استاد هوشمند عقیلی یکی از نامهای آشنا و محبوب در موسیقی ایرانه که با صدای بی‌نظیر خودش در دل میلیون‌ها ایرانی جا باز کرد و آثارش هنوز در یادها باقی است. ایشون یکی از برجسته‌ترین خوانندگان ایرانه که نه تنها با آثار هنری خودش بلکه با شخصیت آرام و بی‌حاشیه‌اش نیز همیشه در دل مردم و موسیقی دوستان ایرانی جایگاهی ویژه داشت. در این ویدئو به بررسی زندگی و کارنامه هنری ایشون خواهیم پرداخت و نگاهی دقیق‌تر به فعالیت‌ها و ویژگی‌های شخصیتیش خواهیم انداخت. استاد هوشمند عقیلی در 3 مرداد 1316 در شهر اصفهان به دنیا آمدند. این شهر که همواره به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و هنری ایران شناخته میشه، جایی بود که استاد عقیلی در اون رشد کرد و به دنیای موسیقی وارد شد. خانواده ایشون به لحاظ فرهنگی تأثیرات زیادی بر شکلگیری شخصیت هنری ایشون داشتند. پدرشون که خود فردی با ذوق و علاقه به هنر بود، همواره ایشونو تشویق میکرد تا در مسیر موسیقی گام برداره و این حمایت‌های خانوادگی تأثیر زیادی در ادامه مسیر ایشان داشت. در ابتدا نام خانوادگی پدر ایشون علی قلی بود، اما به درخواست مرکز آمار نام خانوادگی ایشان تغییر کرد و به عقیلی مهر تغییر یافت. این تغییر در واقع نقطه آغاز تغییرات بزرگی در زندگی استاد عقیلی بود که از همان آغاز به نحوی در مسیر شکل دهی هویت هنری ایشان نقش داشت. استاد هوشمند عقیلی بعد از واقعه 57 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. ایشون بعد از فوت همسرشون برای مدتی از آوازخوانی کناره گرفت، اما با درخواست و اصرار فرزندان، آشنایان و دوستدارانشون پس از چند ماه دوباره به اجرای موسیقی و برگزاری کنسرت‌هایی پرداختند و تا اواسط دهه 80 به فعالیت در عرصه خوانندگی ادامه داد. استاد عقیلی از دوران کودکی علاقه شدیدی به موسیقی داشت. در دوران نوجوانی اون نه تنها به گوش دادن به موسیقی‌های ایرانی بلکه به یادگیری و تمرین اون نیز می‌پرداخت. در آن دوران همسن و سالان اون بیشتر به فعالیت‌های ورزشی و تفریحی می‌پرداختند، اما هوشمند عقیلی با علاقه‌ای خاص به دنبال یادگیری هنر آوازخوانی و نواختن سازهای مختلف بود. در دوران دبیرستان اون شروع به اجرای ترانه‌هایی از خوانندگان محبوب آن زمان همچون ویگن، بنان و امین الله رشیدی می‌کرد. استاد عقیلی در آغاز مسیر هنری خودش علاوه بر علاقه شخصی به موسیقی، تشویق‌های فراوانی از پدرش دریافت کرد که همواره اونو در جهت آموزش‌های آکادمیک موسیقی راهنمایی می‌کرد. در این مسیر عقیلی تصمیم گرفت آموزش‌های خودشو به صورت حرفه‌ای و آکادمیک ادامه بده. ایشون به همراه برخی از دیگر هنرجویان جوان به کلاس‌های موسیقی اصفهان رفت و در کنار استادان بزرگی چون استاد تاج اصفهانی و استاد اسماعیل مهرتاش تکنیک‌های آواز و موسیقی سنتی ایرانی رو فرا گرفت. اگه تا اینجای ویدئو با ما همراه بودی یعنی دنبال حقیقت هستی. لطفاً لایک کن، در قسمت کامنت ها هم نظرتو بگو و یادت نره زنگوله رو بزنی که ویدئوی بعدی پاپاراتزی رو هم از دست ندی. استاد هوشمند عقیلی از سال 1334 وارد عرصه حرفه‌ای موسیقی شد. اولین اثر ایشان که باعث شناخته شدن صدایشان شد، ترانه‌ای به نام ساقی نامه بود. این ترانه که به آهنگسازی استاد اسماعیل مهرتاش ساخته شد، در ابتدا شاید برای بسیاری از مردم تازگی داشت، اما به سرعت به یکی از آثار محبوب و پرطرفدار رادیو تبدیل شد. هوشمند عقیلی با صدای گرم و دلنشین خودش به طور محسوسی با موسیقی ایرانی ارتباط برقرار کرده بود و در میان مردم به عنوان یک خواننده با استعداد شناخته شد. با انتشار اولین اثر، هوشمند عقیلی به سرعت وارد دنیای رادیو و تلویزیون ایران شد. ایشان از جمله خوانندگان محبوب رادیو ایران بود که در برنامه‌های مختلف به اجرا می‌پرداخت. صدای ایشون در اون دوران به یکی از شناخته شده ترین صداها در رادیو تبدیل شد
و به همراه دیگر هنرمندان معروف آن زمان چون استاد مرتضی حنانه و استاد حسین قوامی در برنامه‌های زنده تلویزیونی نیز حضور پیدا کرد. هوشمند عقیلی نه تنها در رادیو ایران مشهور شد، بلکه در تلویزیون هم جایگاه خاصی پیدا کرد. آوازهای او در برنامه‌های تلویزیونی ایران که از آن زمان به بعد در خاطرات مردم ماندگار شد، به قدری تأثیرگذار بود که بسیاری از مردم هنوز هم زمانی که از موسیقی قدیمی یاد می‌کنند، یادآور صدای دلنشین استاد عقیلی می‌شوند. در این دوران استاد با بسیاری از هنرمندان معروف همکاری داشت و در کنار اساتید بزرگی چون استاد حنانه و استاد قوامی به اجرای زنده و ضبط آثار جدید پرداخت. یکی از ویژگی‌های خاص صدای استاد عقیلی نه تنها در تکنیک‌های آوازی بود، بلکه در انتقال احساسات عمیق از طریق آواز بود. ایشان با صدای خاص خود توانسته بود در دل مردم نفوذ کند و با خلق آثار زیبا و ماندگار جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران پیدا کند. علاوه بر این، شخصیت آرام و متواضع او نیز همواره در میان همکاران و طرفدارانش مورد احترام و محبت بود. در سال 1356 استاد عقیلی در اوج محبوبیت خود از ایران مهاجرت کرد و به امریکا رفت. در آن زمان بسیاری از هنرمندان دیگر نیز به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران در پی وقوع انقلاب اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند. اما استاد عقیلی هرگز درگیر حواشی و جنجال‌های دنیای هنر نشد. در این دوره از زندگی هوشمند عقیلی، اون با توجه به شرایط جدید و حضور در جامعه غربی همچنان آثار جدیدی تولید کرد که بسیاری از اونها در ایران نیز محبوب شدند. ترانه‌هایی که از این دوره به یادگار موندند نشان از علاقه اون به هنر و پیوستگیش با موسیقی ایرانی داره. در واقع ایشون هیچگاه از هنر و علاقه خود به موسیقی دست نکشید و همچنان به تولید آثار هنری با کیفیت ادامه داد. هوشمند عقیلی نه تنها به دلیل صدای بی‌نظیرش، بلکه به دلیل آثار ماندگاری که به جا گذاشت در تاریخ موسیقی ایران به یادگار خواهد ماند. ترانه‌هایی چون فردا تو میایی، خزان عشق، ای پری کجایی و سحر دمید بیا از جمله آثار برجسته‌ای هستند که همچنان در میان طرفداران موسیقی ایرانی مورد تحسین قرار می‌گیرند. آثار هوشمند عقیلی نه تنها به لحاظ فنی با دقت و حساسیت بالا ساخته شدند، بلکه از لحاظ احساسی و مفهومی نیز تونستند ارتباط عمیقی با شنوندگان برقرار کنند. ترانه فردا تو میایی یکی از معروفترین و محبوبترین ترانه‌های ایشان است که هنوز هم در بسیاری از محافل موسیقی ایرانی مورد تقدیر قرار میگیره. این ترانه با صدای گرم و احساسات خاص عقیلی تونسته در دلهای بسیاری از ایرانی‌ها جایگاهی ویژه پیدا کنه. یکی از ویژگی‌های بارز استاد شخصیت بی‌آلایش و بدون حاشیه ایشون بود. در دنیای موسیقی ایران که بسیاری از هنرمندان با حاشیه سازی‌های مختلف سعی در جلب توجه داشتند، استاد عقیلی همیشه از این مسائل دوری می‌کرد. اون به جای تمرکز بر حواشی تنها بر هنر خود تمرکز داشت و از اون به عنوان ابزاری برای ارتباط با مردم استفاده می‌کرد. این ویژگی ایشون باعث شد تا هوشمند عقیلی همیشه در دل مردم جایگاهی ویژه داشته باشه و مورد احترام همگان قرار بگیره. استاد هوشمند عقیلی در نهایت پس از سالها مبارزه با بیماری در تاریخ 14 شهریور ماه 1404 در سن 88 سالگی در لس آنجلس درگذشت. فوت ایشون به عنوان یکی از وقایع تلخ دنیای موسیقی ایران تلقی شد. اما آثار استاد همچنان در دل مردم ایران زنده است و یاد و خاطرش برای همیشه در تاریخ موسیقی ایران باقی خواهد ماند. اگه هنوز کانال سابسکرایب نکردی همین الان این کارو انجام بده و زنگوله رو فعال کن تا اولین نفری باشی که از پشت پرده های جنجالی با خبر میشه. این ویدیو رو واسه دوستات بفرست و در قسمت کامنت ها هم نظرتو برای ما بنویس. لایک، کامنت و اشتراک گذاری شما باعث میشه پاپاراتزی براتون پشت پرده های بیشتری رو افشا کنه. اینجا پاپاراتزی و تا ویدئوی بعدی بدرود.